سلام، من سینا هستم، دانشجوی برنامه نویسی و علاقه‌مند به یادگیری زبانهای برنامه نویسی. در این مجموعه سعی می‌کنم منابع معتبر و به‌روز خارجی رو براتون خلاصه کنم که هم تجربه عمیقی بشه واسه من برای یادگیری، هم که بتونم منابع رایگانی رو به شما ارائه بدم برای یادگیری زبان برنامه نویسی. اگه تازه کار هستی و دنبال منابع فارسی میگردی، حتما این کانال رو سابسکرایب کن. تا جایی که از دستم برمیاد سعی میکنم که با تمام تلاشم مطالب رو طبق منابع اصلی و به روز بدون هیچ هزینه‌ای برات اینجا ارائه بدم. خب برای اینکه شروع کنیم یاد بگیریم برنامه نویسی رو، ما ادیتورهایی داریم که میتونیم با اونا کدا رو روش اجرا کنیم. یکی از این ادیتورها ویژوال کد استودیو هستش که ما نسخه کمیونیتی رو استفاده میکنیم که این نسخه برای دانشجوها هستن و به صورت رایگان ارائه شده و خب متناسب برای افراد مستقل یا تیم های کوچیک که با هم دارن پروژه کار میکنن. برای اینکه این نسخه رو دانلود کنیم ما وارد سایتش میشیم و بعد از اینکه وارد سایت شدیم روی دانلود میزنیم، فایلش رو دانلود میکنیم و منتظر میمونیم. بعد از اینکه وارد اینجا شدیم ما بعضی از گزینه‌ها هستش که مخصوص ماست و اینا رو باید ادش کنیم. یکیش این نسخه است که باید نقطه‌شو بزنیم که روشن بمونه. از قسمت زبان برنامه رو انتخاب میکنیم. ما چون میخوایم انگلیسی ادامه بدیم از اونجا انگلیسی انتخاب کردیم و این قسمت هم الان به صورت کامل دات نت 8 و دات نت 9 چون استفاده میشه این دوتا رو روشن میذاریم میمونه. برای قسمت ها به صورت اتوماتیک ذاتاً خودش انتخاب شده. نه روشنش میکنیم. بعد از اینکه تیکش رو زدیم اینا خب به صورت پاکت هستن، یعنی من وقتی اینا رو انتخاب میکنم مقدار اون چیزی که قرار دانلود بشه و نصب بشه فرق میکنه. بعد از اینکه اینو انتخاب میام و دانلود رو میزنم و اینجا این قسمت هم بستگی به اینترنت شما داره که چقدر اینترنتتون سرعتش بالا باشه که نصبش اون همه سریعتر باشه. خب بعد پایان نصب برنامه‌مون میایم برنامه‌مون رو آغاز میکنیم. برای ساخت پروژه میایم از روی Create a new project اقدام میکنیم و برای ساخت پروژه سی شارپ از کنسول اپ استفاده میکنیم. در این قسمت پروژه میایم اسم پروژه‌مون رو میدیم که میتونیم بگیم که Hello World. بعد از اسم گذاری پروژه گزینه نکست رو میزنیم و خب اینجا ما از این قسمت میایم دات نت فریمورکمون رو انتخاب میکنیم که اینجا هر چقدر نسخه به روزتری باشه رو انتخاب کنید اون همه خوبه. خب ما موقع نصبش دو تا دات نت استفاده کردیم، ادش کردیم، دات نت 8 و دات نت 9 بود که آخرین دات نتمون دات نت 9. این دو تا گزینه رو فعال میکنیم و کرکت پروژکت رو میزنیم. منتظر میمونیم که پروژمون باز بشه. خب بعد اینکه پروژمون باز شد در این قسمت که پروگرام نقطه CS هستش پروژه های ما از این قسمت اجرا میشه و
محیط کلی برنامه به این حالتی که خب ما رفته این برنامه رو کاملا یاد قراره بگیریم. برای اجرای برنامه دو حالت داره که ما هر کدی که می‌نویسیم توی پنجره کنسول ببینیم اینو. پنجره کنسولی که هستش برای اینکه بتونیم این کد رو اجرا بکنیم دو حالت داره. یک، روی این دکمه پلی بزنیم و شروع کنه که برنامه رو اجرا بکنه و این متنی که داخل این کد هست و برامون توی پنجره کنسول چاپش بکنه. این یک حالته. حالت دوم، میام متن رو عوضش میکنم و می نویسم که درس 1 و روی دکمه F5 میزنم روی کیبورد و با این حالت هم پروژه من اجرا میشه. خب درس اولمون مربوط به یادگیری و نصب برنامه بود. جلسه بعد میبینیمتون. اگه اطلاعات مفید بود کانال رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. و خب در جلسات بعدی من کانال تلگرامی پیجم میذارم که اینا رو به صورت پاورپوینت هم اسلاید به اسلاید شده براتون در دسترس بذارم با منابع اصلیشون که خودتونم بتونید برید و منابع اصلیشو بخونید و یاد بگیرید با جزئیات بیشتر.